عرض میکنم به هر یک شما تماشاگران عزیز و آنهایی که در اینجا حضور دارند سال نو میلادی به هر یک شما مبارک باشد. اینک رسیدیم به روز جنبست و مراسم جایزه سپاری آزمون استعدادهای نو شاهین 2021. طول 2 ماه میشه که در صفحه اینستاگرامی تئاتر کنی بودم 30 نفر اشتراکچی بین خود سبقت کردن. اینک امروز میبینیم که با حضوری تماشاگران اینستاگرام و اعضای حکمان این آزمون به چی نتیجه آمده رسید و کیها صاحبی جایزه‌های نمایان و تحفه‌های گران ارزش گردیدند. یادآور میشیم که تأسیس کنندگان آزمون شاهین 2021 برای جای اول نوکو، برای جای دوم پلانشت و برای جای سوم دوچرخه را وعده کرده بودند. به دیگر شبکه نگذاریم. پس از چند لحظه در اینجا خیلی گرم میشه و میبینیم که کیها صاحبی تحفه‌های خیلی گران ارزش گردیدند. یادآور میشیم که همکاری رشد تئاتر کنی بودم دفتر شویتسار آید به همکاری در تاجیکستان است. تئاتر کنی بودم همراه رشد میکنیم. اینک رسیدیم به جالبترین لحظه آزمون. برای سپردن جای سوم به صحنه دعوت کرده می شود هنرمند تئاتر کنی بودم فاروق وحیدов. جای سوم عالمجان علیев برای اشغال جای سوم در آزمون استعدادهای نو شاهین 2021 با دیپلم سرفراز کرده می شود. Assalamu alaikum. Hozirlikda Zanakondan qiyomli muolaja qiladi. Vaqti tasdi. Ma akam muolajadan yagam dasmaydi. Hozirgi odam Zanakondagi qaynon budan. Bajoy dandona kandan zabona kandi deb baraka oyitmay pulagini. اینک رسیدیم به جای دوم. برای سپردن جای دوم به صحنه دعوت کرده می شود هنرمند تئاتر کنی بودم فرهاد غفورپور. جای دوم دلنازه برهان‌الدین برای اشغال جای دوم در آزمون استعدادهای نو شاهین 2021 با دیپلم سرفراز می‌کرد. موافق بعد پلانشت خیلی امیدوارم که این پلانشت برای رشد شما کمک میکنه و ما خیلی امیدواریم که شما با آن که با صنعت زندگیتون پیوسته زندگی خودتون من بعد زیبا میکنید و برای زندگی دیگران زیبا شدنش سهم میذارید. مبارک شد.
رسیدیم به حساسترین نقطه خیلی مهم. جای اول. برای سپردن جای اول به صحنه دعوت کرده می شود دیرکتور تئاتر کنی بودم غیرجان قادرов. جای اول دلشاد حمیدов برای اشغال جای اول در آزمون استعدادهای نو شاهین 2021 با دیپلم سرفراز گردیده می شود. در شبی وصلش فراغی ماه گردون فارغم این چنین ماهی که من دارم در آن محفل کجاست من دو هم دانزنی که واقعا هم اینجا در رفت باگذاری با چند پهلوی بچه های استعدادناک باگذاری کرده شدن. حتما هنری واقعی، هنری حرفه‌ای هم یعنی از طرف حکامان و تماشابینا باگذاری شد و خیلی که گفتی گپا وعده کرده بودیم. این نوتبوک برای شما و امید دارم که این حتما برای رشد شما یعنی بازی‌های کامپیوتری نیست. من درس یعنی پیش رفتن خدمت میکنم و امید دارم که همین الهام میدهد و همین زندگی خودتون بین بعد کار و فعالیت خودتون صنعت که میپیوندید. تئاتر بنویسم من مکتب صنعت است فرهنگ هستم دور نشده مبارک شد شما. ما خیلی شاد از اون هستیم که بچه‌های با استعداد در کنی بودم خیلی زیاد هستند و امیدواریم که در آینده صفحه‌شون خیلی زیاد بشه و در نوبت خود ما کوشش میکنیم که با آنها الهام ببخشیم. یادآور میشیم که همکاری رشد تئاتر کنی بودم دفتر شویتزار آید به همکاری در تاجیکستان است. تئاتر کنی بودم همراه رشد میکنیم.